صبح امروز در تهران اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه فلسطینی حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی میدانند کشته شد. اسماعیل هنیه یک روز قبل از این حادثه در آستانه مراسم سوگندیادکنی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با او و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در تهران دیدار و گفتگو داشت. سپاه پاسداران ایران صبح 31 ایول در خبرنامه گفت که محل استقامت اسماعیل هنیه در تهران مورد حمله قرار گرفت و در پی این حادثه او و یک نفر از محافظانش کشته شدند. رهبران ایران اسرائیل را مسئول حمله نامیدند ولی تا حال تفصیلات زیادی در این باره نشر نشده است. در یک صحبتی که با شورای رادیو فردا ایلیا جزایری در پراگ داشتیم، ابتدا از او پرسیدیم در چه شرایطی مهمان حکومت ایران که برای اشتراک در مراسم سوگندیادکنی پرزیدنت مسعود پزشکیان آمده بود به قتل رسید. آقای اسماعیل هنیه در محل اقامتش در تهران حدود ساعت 2 بامداد امروز چهارشنبه بود که هدف قرار میگیره و کشته میشه به همراه یکی از محافظانش. طبق اطلاعاتی که در اینجای کار وجود داره، محل اقامت آقای اسماعیل هنیه یک منطقه امنیتی در شمال تهران بوده، یک منطقه که در اون به عنوان استراحتگاه جانبازان یاد میشه، کهنه سربازانی که در جنگ‌های مختلف ایران جمهوری اسلامی بهتر بگم زخمی شدن. یک منطقه نظامی بوده که هدف قرار میگیره. به گفته سپاه پاسداران یک پرتابه محل این اقامت هدف قرار داده. پرتابه میتونه راکت باشه، میتونه موشک باشه، میتونه پهپاد، اما بعضی از رسانه‌های اسرائیلی میگن که یک موشک از خارج از آسمان ایران شلیک شده و منجر به کشته شدن اسماعیل هنیه شد. البته تا اینجای کار که ما داریم صحبت میکنیم هنوز اسرائیل به طور رسمی مسئولیت این حادثه و این اتفاق کشته شدن اسماعیل هنیه رو بر عهده نگرفته. این صحبت ها گمانی‌زنی ها یا صحبت های تلویحی برخی مقام های اسرائیلی هست، از جمله وزیر میراث فرهنگی اسرائیل که صحبت از این کرده که این یک اتفاق بزرگی بود که میتونه باعث صلح بشه و گفته باید تک تک این افراد از میان برداشته بشن و صلح با اینها صحبت درستی نیست و نتیجه بخش خواهد بود. سوال دیگری ما از شورای رادیو فردا ایلیا جزایری این بود که واکنش و یا انتقام ایران از این کشتار چی خواهد بود؟ ببین، خب خیلی ها کشته شدن طی سالهای گذشته و ایرانی متعلق بعد انتقام دادن، ولی خب انتقام به چه شکلی بود؟ بزرگترین انتقامی که ایران داشته چند ماه پیش بعد از کشته شدن محمد رضا زاهدی فرمانده ارشد سپاه قدس نیروی قدس سپاه پاسداران در کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق بوده که ایران یک حمله موشکی و پهپادی گسترده به سمت اسرائیل داشت، حمله که البته زیانهایی در اسرائیل به وجود نیاورد که گفته میشد این یک هشدار بوده به اسرائیل، اون حمله که اون شب صورت گرفته که بعد از اون مسئله دنبال نشد. الان ایران به چه شکل میخواد پاسخ بده هنوز مشخص نیست، به خاطر اینکه همه تحلیلگران و ناظران و همه مقام‌های سیاسی میگن که نه ایران یا نه اسرائیل به دنبال جنگ گسترده نیستن. ممکن هست ایران از روی گروه‌های نیابتیش بخواد اقدامی انجام بده، اون هم به خاطر اینکه اتفاقی افتاد در تهران بود. صحبت‌های زیادی داره مطرح میشه، از جمله بیانیه‌ای که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرده که این بیانیه گفته انتقام گرفته خواهد شد و اسرائیل زمینه رو برای انتقام فراهم کرده و صحبت از خونخواهی کرد. اما بیانیه‌ای که سپاه پاسداران منتشر کرده گفته ایران و گروه‌های مقاومت انتقام خواهند گرفت. این نشون میده که احتمالاً ایران از گروه نیابتی از جمله حزب الله، خود حماس، جهاد یا حوثی‌ها استفاده کنه برای یک حمله‌ای به اسرائیل، برای یک پاسخی به اسرائیل که هنوز ابعادش مشخص نیست. وضعیت در خاورمیانه وضعیت ثابتی نیست و هر آن میتونه وضعیت از کنترل خارج بشه. با تشکر از همکارم ایلیا جزایری. در این بیان اسرائیل میگوید در نتیجه حمله هوایی به بیروت فرمانده بلندپایه گروه حزب الله لبنان فواد شکر کشته شد. ارتش اسرائیل در شبکه ایکس نوشته است که شکر حمله های حزب الله را رهبری میکرد. 27 ایول بر اثر حمله موشکی در تپه های جولان 12 نورس اسرائیلی به هلاکت رسید. اسرائیل حزب الله را که از طرف آمریکا گروه تروریستی ارزیابی میشود مسئول حمله میشمارد و وعده داده بود که از این گروه زیر سرپرستی ایران انتقام میگیرد. حزب الله دست داشتن در حمله به تپه های جولان را رد میکند.